کار اصلی بچه‌ها تو زندگی تقلیده. اصلا زندگی کردن با تقلید یاد میگیرن. عاشق اینه که هر کاری ما می‌کنیم انجام بدن. اگه از دستمال کاغذی استفاده می‌کنیم این کارو بکنن، فقط به یکی دو تا قانع نمیشن. اگه جایی رو تمیز می‌کنیم، اگه جایی رو مرتب می‌کنیم، ما میتونیم روی نظم و ترتیب بچه‌ها از بد به تولد کار کنیم، به خصوص تو سن 2-3 سالگی. اینکه دهانشون رو با دستمال تمیز بکنن و این مسئولیت به خودشون بسپاریم. اما چون بچه‌ها عاشق مصرف کردن خیلی زیادن و ما همیشه داستان سر دستمال کاغذی داریم، من همیشه آرزوم بوده که یک وسیله برای بازی و فعالیت بچه‌ها باشه که این حسو درشون به خوبی تخلیه کنه. یه مامان خلاق که خودش هم تولید کننده اسباب بازیه به این فکر حقیقت بخشیده. من خودم عاشق این بازی و فعالیتم. شما ببینید شاید براتون جذاب باشه.